سلام، خیلی خوش اومدید. اگه شما هم از اسنپی استفاده میکنید و همیشه این سوال تو ذهنتون بوده که چجوری میشه اعتبار رو برد بالاتر، دقیقاً جای درستی اومدید. امروز قراره با هم قدم به قدم یاد بگیریم که چی کار باید بکنیم. خب سوال اصلی همینه، چطوری اعتبار اسنپی رو ببریم بالا؟ اصلا راهی داره؟ خبر خوب اینه که آره، راه داره. اونم نه یکی، چند تا راه مشخص وجود داره که امروز میخوایم همشون رو با هم زیر و رو کنیم. خب قبل از هر چیزی بذارید یه یادآوری سریع بکنیم که اصلا اسنپی چیه. اسنپی در واقع اولین سرویس الان بخر بعداً پرداخت کن یا همون BNPL تو ایرانه. یعنی چی؟ یعنی به شما این امکان رو میده که هر خریدی که توی اکوسیستم اسنپ دارید، از گرفتن اسنپ برای رفت آمد گرفته تا سفارش غذا یا حتی خرید کالا رو انجام بدید و پولش رو بعداً سر ماه یا قسطی پرداخت کنید. خیلی ساده و کاربردی. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب، روش‌های اصلی برای اینکه اعتبارتون رو بیشتر کنید. ببینید این قضیه یه جورایی مثل اعتماد سازیه. شما باید به سیستم اسنپی ثابت کنید که کاربر خوش حساب و قابل اعتمادی هستید. حالا چطوری؟ بیایید ببینیم. ببینید ساده ترین و در عین حال مهمترین راه همینه، خوش حساب باشید. چجوری؟ اول با خریدای کوچیک و مدیریت شده شروع کنید. لازم نیست از همون اول خرید سنگین بکنید. از اسنپی برای نیازهای روزمره‌تون استفاده کنید، مثلا کرایه اسنپ یا سفارش غذا. و اما نکته طلایی، همیشه تاکید میکنم همیشه صورت حساب و قسطاتون رو سر وقت پرداخت کنید. اینجوری سیستم هوشمند اسنپی شما رو به عنوان یک کاربر مطمئن میشناسه و اتوماتیک بهتون پاداش میده، یعنی اعتبارتون رو میبره بالا. خب حالا دو تا مدل اعتبار اصلی داریم. یکی اعتبار ماهانه است که سقفش تا 5 میلیون تومنه و بیشتر برای خرج‌های روزمره مثل همون غذا و تاکسی خوبه. سر ماه هم تسویه می‌کنید. یکی هم اعتبار 4 قسط است که برای خریدهای بزرگتره و تا 20 میلیون تومان هم میرسه. نکته مهم اینه که فرقی نمی‌کنه از کدوم یکی استفاده می‌کنید. همین که پرداختاتون به موقع باشه، سابقه مالی شما رو توی سیستم بهتر و بهتر می‌کنه. خیلی خوب. روش اول که گفتیم عالیه، به خصوص برای شروع و افزایش تدریجی اعتبار. اما اگه دنبال یه جهش بزرگ هستید، یه راه خیلی قدرتمندتر هم وجود داره. راهی که میتونه اعتبار شما رو چند پله ببره بالاتر. بریم سراغ اعتبار بانکی و ببینیم چطور میشه پتانسیل کاملش رو آزاد کرد. حالا واقعاً برای یه لول اپ اساسی تو اعتبارتون آماده اید؟ چون این روش واقعاً یه جهش بزرگه. خب، کلید باز کردن این قفل چیه؟ یه چک صیادی معتبر. همین. و نکته فوق‌العاده‌اش اینه که اصلاً نیازی به ضامن ندارید. همین نداشتن ضامن این روش رو برای خیلی‌ها ممکن و دسترس پذیر میکنه. و اما جایزش چیه؟ شما با این روش میتونید همون اول کار تا سقف 70 میلیون تومان اعتبار بگیرید. 70 میلیون تومان. این یه جهش فوق‌العاده است اگه با اون سقف‌های قبلی مقایسش کنید. ولی صبر کنید، این هنوز آخر ماجرا نیست. این فقط نقطه شروعه. اگه شما با همین اعتبار بانکی هم خوش حسابی خودتون رو ادامه بدید و پرداختاتون همیشه سر وقت باشه، اون وقته که پتانسیل نهایی خودش رو نشون میده. شما میتونید اعتبارتون رو تا سقف شگفت‌انگیز 200 میلیون تومان هم افزایش بدید. واقعاً فوق‌العاده است. خب حالا که روش‌های اصلی رو یاد گرفتیم، بیاید یه سری نکات و هشدارهای تکمیلی رو هم با هم مرور کنیم. یه سری بایدها و نبایدها که دونستنشون مسیر شما رو خیلی هموارتر میکنه و از دردسرهای احتمالی جلوگیری میکنه. اینجا رو خیلی دقت کنید. توی بخش بایدها سعی کنید همیشه توی اپلیکیشن اسنپ فعال باشید. یعنی چی؟ یعنی مرتب از سرویس‌های مختلفش استفاده کنید. پروفایلتون رو هم کامل و تایید شده نگه دارید. اینا همه سیگنال مثبت برای سیستم. اما از اون طرف تو بخش نبایدها حواستون باشه که داشتن حتی یه دونه چک برگشتی توی سابقه بانکیتون یه پرچم قرمز خیلی بزرگه، یا اینکه حسابتون رو برای مدت طولانی غیر فعال بذارید. این کارها شانس شما رو برای افزایش اعتبار به شدت پایین میاره. خیلی خوب، بریم برای جنبندی نهایی. میخوایم همه چیز رو کنار هم بذاریم و ببینیم چطور میتونیم از این اعتبار جدید و بیشتر به هوشمندانه ترین شکل ممکن استفاده کنیم. پس اگه بخوایم کل داستان رو تو چند تا نکته کلیدی خلاصه کنیم میشه این: اول و آخر همه چیز پرداخت به موقع. 2. با خریدهای کوچیک شروع کنید و ثابت قدم باشید. 3. برای اون جهش بزرگ حتما سراغ گزینه اعتبار بانکی برید.
و 4 یه سابقه مالی تمیز و بدون مشکل برای خودتون بسازید. همین. عالیه. حالا که شما راه چاه افزایش اعتبار رو بلدید، قدم بعدی اینه که از این اعتبار بیشتر هوشمندانه‌تر هم خرید کنید. و برای اینکه این خرید هوشمندانه رو عملی کنید، یه راهنمای عالی براتون دارم. یادتون نره که موپن بهترین مرجع برای پیدا کردن جدیدترین کدهای تخفیف اسنپ پی هست. پس قبل از هر خریدی یه سر به موپن بزنید. تازه کلی راهنما و مقاله مفید دیگه هم توی وبلاگ موپن هست که میتونید بخونید. حتی نسخه متنی کامل همین راهنمایی که الان با هم دیدیم هم اونجا موجوده. و اما سوال آخر که این بار من از شما میپرسم، حالا که همه اینها رو میدونید، اولین قدمی که برای بیشتر کردن اعتبارتون برمیدارید چیه؟ از خریدای کوچیک شروع میکنید یا میرید سراغ اعتبار بانکی؟ خیلی خوشحال میشم اگه بهش فکر کنید. امیدوارم این راهنما واقعا به دردتون خورده باشه.